زنگوله و سابسکرایب یادت نره. چون یه روزی برای تو همین سوال پیش میاد که آب شده بخرم یا شمش. شمش های طلا و نقره هر دو تو وزنا و بسته‌بندی‌های مختلف تو بازار موجوده. ولی خب یه سری از اینا تقلبیه. حالا سوای اوکی بودن خود بسته‌بندی که یه ترفند ساده داره برای تستش که بعدم میگم، حتما چک کن که عیار و وزن و هر چی که روی شمش تگ شده با اونی که روش چاپ شده یکی باشه. و اینم بدون QR کد، امضای دیجیتال یا هر مهر دیگه‌ای ضامن یا گواه بر صحت وزن و عیار شمشت نیست. پس موقع خرید یا از خود مجموعه‌شون بگیر یا از یه واسطه مطمئن. مهم‌تر این که پای این کار اجرت خورده. یعنی چی؟ یعنی تا مادامی که پلم شمشت سالمه و بخوای داخل ایران خرید و فروش کنی ضرر نکردی. توصیه‌ام اینه که پول و سرمایه‌ت کمه، میتونی به جای آب شده یا طلای دست و بوم از این شمشای آماده بخری و بعدن که چند تا شد بفروشی، آب شده انگدار بگیری. با یه فندک زدن ساده اگه لبه کار بخوایم بگیریم، بعدش که نگاه کنید میبینی که آب شدگی اینجا دیده میشه یا نه. اگه پرسش تقلبی باشه این لبه ها شروع میکنه به جمع شدن، ولی همونطوری که میبینید اینجا هیچ لبه‌ای شروع به آب شدن نکرد. جدا نشد. نکته دوم اینه که وقتی از این بغل نگاه میکنید هیچ لبه‌ای خورده نشده، یعنی از اینجا لبه نداره، از پشتش هم لبه نداره. یه جورایی که انگار این پرس رو رفته توی بسته‌بندی. مسئله بعدی اینه که از اینجا نباید هیچ درزی داشته باشه. این برم که صافه و اوکی. این شمشو مثلا اگه به قیمت 2 میلیون خریداری کردین، از این 2 میلیون 300-400 هزار تومنش اجرتیه که بابت این کار پرداخت کردین. اگه بخواین اینو بفروشین، در صورتی که پلمپش سالم باشه و داخل ایران بخواین بفروشین، بله خب ضرری نمی کنید، اون اوکی. ولی اگه بخواین این پلمپش رو باز کنید یا جای دیگه اینو خرید و فروش کنید، این کسره یه جورایی ضرر به حساب میاد. خارج از ایران اون برند دیگه ارزش و اعتباری نداره، مگر اینکه حالا یه شرکتی بخواد تو خارج از کشور شعبه داشته باشه که نمیشه. برای همین میان اون شمشو به همون ارزش طلاییش خرید و فروش میکنن و اول از همه که اون شمشو میفرستن، حالا ممکن بفرستن برای عیار سنجی یا ریگیری. خب شده انگار به این صورتی که یک کد ریگیری روی کار زده میشه، مثلا همین کدایی که اینجا برجسته هک شدن، یک کدی زده میشه که مربوط به کد ریگیری اون شمشه و شما وقتی سامانه ریگیری اون کد رو وارد کنید میبینید که عیار طلا چنده و به چه صورته. اگه دقیقاً همون چیزی باشه که شما موقع خرید بهتون گفته شده پس اوکی. ماشین انقدر کارشون درسته که باز نمیشه. یه چیز جالب بهتون بگم، این علامت رو میبینید، علامت ماهه. یه جوری انگار مثلا انعکاس نورش افتاده روی آب. برندش هم یاکاموزه، یعنی انعکاس نور ماه روی آبه. انقدر این کلمه با معنی و جذابه که سال 2007 سازمان یونسکو اومد این کلمه رو به عنوان بهترین کلمه سال انتخاب کرد. چیزیه که خیلی زیباست ولی قابل لمس و دستیافتنی نیست، برای عشقای دست نیافتنی استفاده میشه.